أحب الرسول به يقتدي حياتي هناء مع السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. از حضرت ابوذر رضی الله عنه روایت است که فرمودند دوستم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مرا توصیه کردند که چون شوربا پختی آب آن را بسیار نما و سپس به خانواده های همسایه‌ات بنگر و به آنها خوبی و احسان کن. روایت مسلم. در این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم امتش را به احسان و نیکوکاری به همسایگان تشویق می کند که مسلمان ها در همسایگی باید از حال همدیگر خبردار باشند، خصوصا وقتی که یتیمان و بیوه‌زنان و برجاماندگان باشند. شوربا آن طعامی است که گوشت با آب پخته می شود. زیاد کردن آب شوربا طبق فرموده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم امکان می دهد که یک کاسه برای همسایه هم برسد، چون که هستند همسایگانی که در یک ماه و 2 ماه طعام گوشتدار را نمی چشند و هنگامی که شما شوربا می پزید بوی آن در مشام آنها می رسد و اشتهای چنین طعام را می کنند ولی دسترس کردن نمی توانند. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رعایت حال چنین همسایگان را کرده و نیکی و احسان به همسایگان دستور داده اند و برای آنها حقوق را بیان فرمودند. در آیات قرآنی و احادیث گوهربار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حقوق همسایگان به طور واضح و روشن بیان شده است و ان شاء الله تعالی در نوبت‌های آینده حقوق همسایگان را به طور مفصل بیان کرده پیشکش شما خواهیم کرد ان شاء الله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علی من اتبع الهدى. كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي